سلام و عرض ادب دارم رفقا. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و شب همگی بخیر. و امشب هم اومدیم از آن کلاسیک بزنیم رفقا. حالا اومدم کلاسیک تا وین در رفتم و 3 تا باخت دادم دیگه. خب دیگه امشب اومدیم با دکه، حالا دکه قوی بزنیم. آره دکه نو اسکیل، با دکه جاینت گوبلین دابل پرنس. و با این حال که کانونر یه خورده این نرف شده، ولی حالا بازم ما کانونر رو میاریم بریم که داشته باشیم رفقا. لایک و کامنت و ساب هم یادتون نره. دمتون گرم، خیلی عشق. بریم که داشته باشیم. خب یه دونه بومبر میریم. خب فکر کنم پگو جاینت گوبلینه اگه اشتباه نکنم. از اون ماشین گوبلینش معلومه. نمیدونم، فکر کنم نه فکر نکنم باشه. این چه دک کس شعری میتونه باشه؟ خب امپرس دکی که هر شب من باش میزنم، دک همین جاینت گوبلین امپرسه بونونه. دک کس شعر، آره همونه، این کس شعر هستش. اوکی، حالا کاش فونیکس هم اینجا مرده بود که دوباره جونش پر میشه. حالا اب نداره، بومبر میاد. حالا خورده شاید جواب نباشه جاینت گوبلین دابل پرنس، نمیدونم. حالا امیدوارم که جواب باشه. اوکی بزن کسکش خارش شده. بومبره. خب ولی ماشین گوبلین رو ما باید بگیریم رفقا، چون کسکش یه خورده اذیتمون میکنه. خب حالا یه دشت کوچولو میکنه. اوکی من فوقش یکی بزنم. حالا امیدوارم که بدل بتونیم برای وکس وین کنیم. خب سم میکنیم یه دونه بومبر از پشت تاور، از گوشه کینگ تاور میندازیم بومبر رو. اوکی بزن. حالا باید با دارک پرنس رو از اینجا کسشه رو بگیریم انشالله. با یه دونه پرنس و دارک پرنس و اینا. خب رفقا این امپرس زمینی رفته این کسکش. خب جواب فکر نکنم باشه. حالا فکر نکنم جواب باشه جاینت گوبلین دابل پرنس. فکر نکنم جواب باشه. خب چون این پرسن میره داره کارمون رو رفقا سخت میکنه. او بنازم پرینس یکی دیگه دست خوش. اوکی رفقا اگر داره جواب میده. حالا این کسکش اگه سمون نکنه که فعلا داره جواب میده رفقا. کسکش ریجش هم میزنه، باید خیلی دقتمون داشته باشیم. خب رفقا کسکش اینجا یه دونه چیزی هم میره، ما با این کیلی رو انداخته. یه خورده باید سخته. اگه دشت کنه میزنه بنازم زد. دست خوش اون ریجه کارو در آورد. اونم که داشته باشیم. اوکی رفقا رو اکانت اصلی حالا جم نداشتم بزنم، اومدم رو اکانت دوم. آره خب میتونیم حالا بزنیم بگویم حریف یا نه.
بزن بنازم دست خوش بنازم میدونه ریج این دیگه اسمش انداخت جلوش ولی بازم دمیج ایزی بنازم. خب جاینت گوبلین دابل پرنس هم جوابه. اوکی خب بربر میندازه کسکش بومبرم تو دستم سایکله خارشو میدم این راحت. خب اینجا خارش گویده این نصب میایم نزد رفاقا این ریج بنازم تاورش رفت دست خوش. یعنی گفتیم این دیگه جاینت گوبلین دابل پرنسن گفتم بیایم تست کنیم حالا ببینیم آیا میشه این بار گرند رو تکمیل کرد یا نه. امیدوارم که میگم گرند دیوونه شدم رفت این گرند منش از این اثرات برق بردن من دیوونه شدم اثرات پزشکی این میگم کلاسیک. آره این اثرات پزشکی بس برق میگم همین الان تازه برق رفته بود این ساعته 8 رفت. آره 8 رفت حدود 8 دقیقه یا 10 دقیقه رخصت برق بود فقط پزشکم کرمچون داره نمیدونم چرا برق میرفته. آره دیگه کرمچون داره براتون میگم. خب الان برق رفته بود در حد چند دقیقه یکم پزشکم کرمچون داره نمیدونم چرا این بومبر میریم رفقا بنازم بندیتش داشت نکرد. اوکی تاورش میره جاینت گوبلین دابل پرنس همین جوابه حتی با کنینر فکر کنم رسیدم بر نمیشه بنازم من یه کاری میکنم که این سلپه جواب ده اون بیافته جلو شاید زب حمله که بود. خب اوکی دست خوش مگانایت رو با یه 5 اکسیری میگیریم 7 اکسیر رو با 5 اکسیر دفعه. خب من خورده اکسیر جلوتر هستیم یه دونه فونیکس کلن زدش هم بخواهی حساب کنیم من کلن تو این مچاب من زدشم زده حریفم. بنازم فونیکس هم مرد یه دونه جاینت گوبلین دوباره زنده میشه دست خوش خور حریف بشم کارکوسه پکم داره من اصلا نمیدونستم بکشم دست سازه فکر کنم کارکوسه پکم داشته نداره کارکوسه میدونم. خب فقط یه دونه بومبر میایم این پکا رو جمع میکنیم فعلا با یه دونه پرنس هم دشت میکنیم رو تاورش میره کنه. آره دکش دست سازه گفتم دکش دست سازه مگانایت هم میره یه داداش من دیره مگانایت میره بیچه دیگه فایده نداره دیگه اصلا فایده نداره دیگه دیره بلش کن این بیچاره خورده کسخب شده دارم تو کسشر میندازه این ریج بزن آه خارکسی داره دفاع میکنه چه خارکسی بیم این دیگه خیلی خارکسی این داره تا اینو دفاع میکنه نمیدونم این واقعا چه امیدی داره برای بردش من واقعا نمیدونم چه امیدی برای برد داره. تاورم بگیری خب تاورم بگیری اصلا بعدش میخواد چجور کینگ تاور منو بگیری 3 شو رفت بریم که داشته باشیم ما هم دریافتش کنیم حالا این چه میده. اوکی بریم که داشته باشیم رفقا دکمه سابو بزنید
که خیلی به من انرژی میدید. دم تک تکتون گرم باشه. خب اوکی کلا حالا ریسک میکنیم. این حالا اشتباه کردم میگه نه رو واقعیتش نمیدونم. فکر نکنم اشتباه کرده باشم. فکر نکنم اشتباه کرده باشم. آره جواب داد. به نظرم تاورش قشنگ 1000 تا دمیج 1500 تا. آره 1700 تا قشنگ زدمش. اوه سکاویچ عجیبه. بکو باشه فکر نکنم دیگه چنان خاصی باشه. اوه خاکوسه کنه کارش بخواد پکا رو سایکل کنه. اوکی کارشو میکنه. مشکلی ندارن که کارشو میکنه اصلا. امپرسو حداقل درست میرفتی. امپرسو آجی امپرسو داشته باشی رفقا. ازم میگیریم تابرش. وای خارکوسته نگاه کن. خارکوسته تابر گرفت. خواه شده کم کارمون سخته رفقا. بخوایم بطل وین کنیم یه خورده کارمون سخته. ما برای یکی بزنم به نظرم رفقا کارمون سخت میشه. فکر کنم کارمون سخته. آره خاکوسه بطل وین کرده. خیلی دکش خارکوسه بازی. اصلا نگاه کنید. خیلی اصلا دکش خارکوسه بازی. خب ولش کن. چکار کنید دکش خارکوسه بازی نمیشه. اینو تاور عادی رو برداریم. بهتر همون تاور پرنسس خودمون بهتر میتونه بشه. داداشو بشم حالا کش خیلی خارکوسته بازی. پرنسس خودمون بهتر برده. اوکی بود. حالا خیلی زیاده روی نمی کنیم مثل اول کار. مثل بدل قبلی خب ما کارمون اشتباه بود. زیاده روی هم کردیم. خب حالا چون زیاده روی اکسیرمون بود. اکسیر زیاده روی نمیکردیم که اصلا مشکل نشد. بیچه بکشه دست یکی فوقش باید داره. یکی دوتا اکس. خب خوبه نسبت مازی خوب. حالا من جاینت گوبلین یک دونه جاینت گوبلین با پرینس. خارکوسه آجیه نمیشه این کار. این حرکت رو نمیتونیم بزنیم چون که بعد قراره بگای انجام میشه. ریدمان انجام میشه. آره اگه حرکت رو بزنی یه ریدمان خوشگل انجام میشه. یه ریدمان خیلی خیلی قشنگ که انجام هم شد. آره یک ریدمان قشنگ داره انجام میشه. آره یک ریدمان قشنگ هدف رو به نظرم یک نریچ کارش گاییده است. کارش گاییده شد. اینا که کارش گاییده شد و الکترواگو ولی تاورش بازم رفت. اوکی تاورش رفت. خب رفقا رو سمت چپ رو که میگیره. حالا ما تا جایی که امکان داره سمت چپ رو رفقا دفاع میکنیم. خب میخوایم دمیجی نخوریم.
میتونی نو دمیج دفاعش کنی. نه فکر کنم بشه حالا تیرم نه یکی زد بنازم دشت کن رو خاک خسته اگام رو چه خاک خسته رو نزد فکر کنم زد هم حالا علیکی باشه که بزن ولی عیب نداره برای دشت یه لاکرون زد وسط ریج بنازم تیمتاور دمیج بخوره دست باش نیستاد میخواین سهش کنیم قشنگ‌تره سهش کن خارک خسته رو سه نشور سه فقط مقاومت میکنه چه خارک خسته مقاومت میکنن من نمیدونم چرا حرکت انجام مقاومت میکنن نمیدونم چرا برو بشین سر جد کارتی دست من رو چه در بازی میکنم برو بشین سر جد برو بشین سر جد سه میشه ریجا جی یک ترانسه بگیره تا برو بس سکن نکردیم ولی اوکی یه نزپ و یه تیر میایم و جی یه تیر و ریج هم میاد حالا با تیر نیافتاد یه ریج و جی قصه تا لحظه آخر میخوام بازی کنم کاش سهش کردم شال میده خب نداره بتل بت خب لکی درافت هم باز میکنیم چیز خاصی نداد یه چون تا اسپریت کسیه داره چیز خاصی نداد خب ندامون برمیریم این چی میشه بسمانیدید این فورنیس خیلی زیاد شده از فورنیس بترسیم بنازم حرکتشو من اصلا خیلی دوست داشتم حرکت یه کسشه بیا یه دونه ریجا میزنم بیا برو بشین سر جا برو خوب کن یعنی نوب نگاه کن نوب سگ یعنی نوب تر از این نمیتونی پیدا کنید نوب تر از این نمیشه پیدا کرد وقتی تو من اشتباه بود نمیدونم آره اشتباهه چجور با یه فونیکس بگیریم نمیدونم اکسیر پر کنیم تا بمیره حالا تو اکسیر پر کنیم اوه خاکستان میپره پس مشکل نداره یه خورده دمیج خورده اینو که باید زب میگیریم من از این زب گرفتیمش خشنگ خب این که داشته باشیم این پرینس ریج بنازم سه میکنم حالا به حواسمون به مگانایت کریش باشه چون که مگانایت 100% میاد اصلا شک نکنید والورکز والورکر اینه چه اینجور گفتم مگانایت کریش رو میندازه پس خب چون یک دونه جاینت گوبلین بنازم ریج یک دونه جاینت گوبلین با دارک پرنس دوم دشت میکنه رو دارک پرنس ها خب کسی دشت میکنه رو دارک پرنس چسبی بوده ولی نگذاشتم سه فکر نکنم انشاءالله دفاعش بکنه حالا چون که باید اذیت نشیم هرچی احتمال اذیت بشه خب
اینو دفاع میکنه خواهکوزه رو که دیگه اذیتمون نکنه رفقا. آره یکی دیگه بزن جیجی زن که جاینت گوبلین دابل پرنس هنوزم قوی هستش. البته با تاور پرنسس به کنونر اصلا من کنونر رو ترجیح نمیدم چون که اینجا یه باخته. اصلا من کنونر رو ترجیح نمیدم رفقا. همون پرنسس تاور عادیه بیارید خیلی بهتر هستش. حالا کنونر یه خورده نرف میشه. حالا نرف هم که خورده نرف خورده دیگه نیاریدش. پرنسس بیارید بهتره. خارکوسه چسبونده تاور ولی قراره ما هم به چسبیم رو تاورش. آره ما هم چسبیم رو تاورش. منتظر باش که منم چسبیم رو تاورت. نگاه کن زب و فکر کن اشتار رفتم. آره ولی ایوی نداره. بند خودم 3 میشه میره. بند خودم 3 میشه سم که نشه قجان نصف کینگ تاورش رفت. مثلا تاور و کینگ تاورش هم رفت. دست خوش. خیلی ده که پکا جاین گولو نو اسکیل هستن حرفی ندارن. خیلی نو اسکیله. خب اینجا هم یه دونه تیر. خیلی باف و نو اسکیله. در کل باف نو اسکیله. آره از اون حال نایت ویچ میری که چی بشه. از اون به خارکوسه نایت ویچ میری چه کار. تو که 3 میشی میری. آره که پس نایت ویچ هم ننداز. میخواه چیکار کن میخواه منو بترسون ده. حالا بترسون نه منو بترسون. حالا بترسون. خب اوکی من روی وین 6 و 7 میرسم. یعنی وین 6 به بعد که میخوام اتل بزنم باخت دوم. چرا این بر رفتم آجی نمیدونم شاید نشتم نبوده ولی فکر نکنم. اوکی کمیکات شما نیسته بره. من این موتره چی بود؟ موتر خود جاینت اسکلت و موتر از این کس شده میمزه که اینجا میزنه خوارشون منازم. اون فونیکس هم زنده میشه میگه تاور. دست خوش تاورش رفت. این الان این مهنده خدا نمیدونه چه گوی بخوره. نگاه کنید تاورش هم رفت. این مهنده خدا نمیدونه چه گوی بخوره. منازم اصلا خیلی عجیب ده که قوی هستش. حرفی ندارم. خب اینجا هم که با یه دونه اینجا میگیریم یه خورده ولی کارون سخته. یه دونه زب این بگیری پرنس ممنون میشن. من آزم گرفتی پرنس ممنون میشن. یه دونه بومبر اون چند رسیلت شاید بگیریم دیگه تایتر شد. سه میشه یا نه؟ 3 میشه. به نازم رید پیشونی رو به نازم. خب بطل هم وین کردیم. دست خوش. امیدوارم که تا وین 12 بتونیم بزنیم رفقا. شما دمتون گرم. اون دکمه سابسکرایب رو بزنید که من انرژی میدید. دست خوش. خب این که 3 میشه میره کلا بلش کن. 3 میشه میره. میخوای جاینت گوبلین دومم بندازم. حالا حال ببر. جاینت گوبلین دوم هست. به بنده خدا دیگه
از ترس باشید توی خودش. خب اوکی، امیدوارم که بتونید 12 رو تکمیل کنید. دم تک تکتونم گرم، لایک و کامنت بازم یتون نره. خیلی عشق. خب اوکی این چی میشه؟ یه دونه جاینت گوبلین رو از پشت تاوری میایم ببینیم چی میشه. از عقب میندازیم. مایتی ماینر بکش یا خورده کس شد. اینا دیگه جلو من جواب نیست. اینا دیگه بگم اینا جلو من جواب نیست. اینا پوزن و از اینجور کس شد دیگه جلو من جواب نمیده. برو اوه کسکش اصلا ریجوان خود نیمون. حالا که 2 اکسیرم هم خرج میشد، الان یه خورده اکسیر رقم میافته. خب خوبه 300 تا دمیج بهش زنیم. اوکی خب یه دونه دارت برانس میخوام بروشن جاین گوبلین رو من نزن. آقا اوکی فیل میکنیم. یک دونه جاین گوبلین میریم. یک دونه جاین گوبلین فکر کنم اون برم میگیرم. خب ولی نه به نازم جواب داد این حرکته. جواب داد که تاورش بره. یک دیگه به نازم تاورش رفت. دست خوش به نازم. حالا دریل دمیج سنگینی هم بهمون داد. خب برو به یه دونه بمب پرانس میگیرم. یه دونه دارت پرانس اینو مندازه پشتمین. به نازم یه دونه سپیتن بگنده. بزن به نازم کارش رفت. دست خوش فونیکس نازم اصلا خاجی خیلی دک قویه. چه بگم دیگه خیلی رامسته دکش قویه. جاینت گوبلین دابل پرانس اصلا حرفی ندارم. که بعد این مطمئن که میشه رفقا حرفی ندارم. تاورم تو بگیری. خب تو اصلا من میگم تاورم اصلا بگیری. خب من تاورتو میگیری. این قشن داره 3 میشه. داره فشار میخوره. من خود فشار بخور بنظرم فشارتو بخور. قشن فشارتو بخور. من خدا فشاری شد الان. نمیدونم چی کار کنم. از فشار زیاد تون الان کارت میریزه. الان مغزش به کار افتاده که داره الان کارت میریزه. آره مغزش تازه به کار افتاد. آجی یکی اینم 3 میخوام بیاد. اگه یکی مونده بود فشار میخوردم. 3 شد رفت. بریم که شوشیم میده و بنازم. این لاکی در افزه به نظرتون چی میده؟ اون بازش کنم. اینجا میزنیم 3 ستاره. حاجی 3 ستاره ایموت من میگم. خیلی کس شیر دار. چرا 2 تا وایلد کارت؟ من چه کارش کنم؟ چرا 2 تا وایلد کارت ها دیم؟ آره دیگه همون کارت عادی. من 42 تا چیکار کنم؟ من بگید. آخه باجی یه ایموتی چیزی میده. ایموتو بهم چند روز پیش بهم داد. این ایموت قشنگ هستش. چند روز پیش داد قشنگ. اوکی رفق ببینیم چی میشه. یه دونه جنگ گوبلین. حاجی سطح اینو نگاه کنید خدا وکیلی. سطح اینو داشته باشی رفقا. سطحشو درمو از اینجا میره حاجی. سطحشو واقعا نگاه کنید. سطح حریفه.
سطح بازی کردن اینا بندی تو ول میکنن که کلا چسبون تاور که من میخوام یه عمله بیام یک دونه او دارک پرنسل اشتباه بود، فکر کنم اشتباه بود، ولی میزنه. اوکی ولی میزنه. اوکی اینو تیر میانده چیکار کنیم؟ ول میکنیم سمت راست، ول میکنیم این بتل دیگه، چون که بیجسمم فکر کنم. آره بیجسمم نمیشه کارش کرد. بیجسمم کوسکی شد، نمیدونم شاید بتونیم بزنیمش اگه یه ریسکی انجام بدیم، بتونیم اینو بزنیم کوسکی شد. آره ریسکی انجام بدیم رفقا. یک دونه زپ بنازم که حالا اینو میگیریم، بندیتشو میگیریم، بعد یک دونه رو دشت کن. اوه میگم دشت کن، میگم بزن، یعنی دیوونه شدم. این الان خارکوسان چسبونده، ولی زبه میزنه چسبونده، چون که این بطل هم دیگه حالا بعریفه. نه به نظرم بیفته تو رو خدا بیفته. وای اینم بیا، یعنی کوسکش زد تا دستی زد بسن زد فول زد بیلی جسمم چیکارش کنم؟ قشنگ هم به بازی میکنم، چیکار کنم؟ قشنگ بازی میکنم. الان ما 2 تا باخت داریم و وین 8 4 وین دیگه میخوایم تا کلاسیکو بتونیم تمام کنیم. فکر نکنم بتونیم کلاسیکو تمام کنیم، می‌ذارم که ولی بشه. حالا بریم که داشته باشیم چی میشه. تایم ویدیو خیلی نشه، 32 دقیقه زیاد نشه. حالا یه آپلودش شما برای نگاه کردنش از یه میلیون نشید. حالا خوردن فقط زیاد شده و اینجا هم اشتباه کردم. بیفته پشت حرکتش باز شد، اون دارک پرنس من بیفته پشت رنج. بنازم دست خوش هم رایده چفتش بایدم میده بگم حرفی ندارم. نگیره رو تاور بگیره بگیر خالکوسه برلم میره. پس آره برلم میره کسکش. اوکی حالا اینجا باید یه دونه گولین پرینس میره فورنیس پس این هم داره بیا این هم جایی دیگه حالا کارتتی بریس ببینم آخه چه گوی بخوری کسکش میکنم چه گوی بخوری. کسکش خارشو گویده. دشتگر رون اجی اصلا این قضیه خوبی نیست. بزنم زبونه بزنم بارم بندازم امپرس زمینی اکسیر نداشت حاجی، بنازم تاورش رفت لامه قضیه نرفت.
نگاه کن داره امپر زمین میره پسته اصلا میگیره گاز کسکش برای رفقا بشه زدش خود بشه اوه کسکش چی باید اسکلیت بروشن نمیشه کار کنم بزن اوه واو کسکش داد نمیره چی نداره برسونه کسکش خیر زد خب رفقا امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و اینکه حالا تایم ویدیو خیلی شد الان فکر کنم که 36 دقیقه شد و اینکه خورده برای آپلودش اذیت میشه شما برای نگاه کردن انشالله اذیت میشه ببخشید رفقا و اینکه لایک و کامنت و سابم داشته باشید که به من انرژی میدید دم تک تکتون گرم و امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و خدا نگهدار تا ویدیوهای بعد.